سلام و خوش اومدید به اولین اپیزود از پادکست انگلیش اکسل. امروز میخوایم با هم دیگه راجع به فکر کردن به زبان انگلیسی حرف بزنیم. من قبلا توی پیج راجع به این یه پستم ساختم، اما چون خیلی برای من مهمه تصمیم گرفتم که بیشتر راجع بهش حرف بزنم. یعنی چی وقتی که ما میگیم به انگلیسی فکر کن؟ چون من بیشتر اوقات وقتی میام این مفهوم رو به زبان آموزام آموزش بدم خیلی براشون سخت اول که بفهمن منظور من چیه. البته این یک مهارتیه که شما طی سالها زبان خوندن به صورت ناخودآگاه کم کم به دست میارید. مثل کسایی که دیدید وقتی مثلا چند زبانه هستن یا زبانشون خیلی خوبه، ناخودآگاه کلماتی از زبان‌های دیگر رو به کار میبرن و در واقع دارن توی اون زبان رو به عنوان یک بستر تصور کنید. توی اون زبان فکر میکنن و بخشی از اون پروسه فکر کردنشون میشه. خب به نظر من بهترین راه یاد گرفتن زبان هم همینه که ما آگاه بشیم نسبت به این مهارت و سعی کنیم اون رو توی خودمون پرورش بدیم. اما چجوری این کار رو انجام میدن؟ خب این کار خیلی ساده است. خیلی وقتا من به زبان آموزا توصیه میکنم که شما برید فقط برنامه روزانه‌تون رو به انگلیسی یادداشت کنید که امروز میخواید چی کار کنید. ساده ترین کارهای ممکن. یا با خودتون تکرار کنید. بگید که مثلا به زبان انگلیسی I'm going to do this or that today. I'm going to go to this place or that place today. و به این شکل کم کم شما ذهنتون رو عادت میدید با این کارهای روزمره و ساده که در بستر اون زبان فکر کنه. اما خب در واقع منظورمون چیه دقیقاً که به اون زبان فکر کنید؟ یه مشکلی که بیشتر زبان آموزا دارن یا شاید بزرگترین مشکلشون که من دیدم اینه که وقتی میان سر کلاس، وقتی من بهشون میگم که خب مثلا فلان متن رو به انگلیسی برای من سامرایز کنید، یعنی خلاصش رو برای من بگید، که یک مهارت خیلی خوبیه، شما میتونید این رو تمرین کنید. من از وقتی که یادم میاد کلاس زبان رفتم درس خوندم همیشه این مهارت خیلی به کار میاد و خیلی خوبه که شما یک متن رو میخونید، بعد همون موقع میگم خب خلاصش رو به همون زبان، یعنی مثلا اینجا به زبان انگلیسی برای من بگو. وقتی این کار رو انجام میدیم دانش آموزا یا زبان آموزا بیشتر اوقات تمایل دارن که بنویسن به جای اینکه حرف بزنن، یا اینکه میگن خب به من یکم وقت بدید که یک چند تا چیز رو یادداشت کنن و بعد حرف بزنن. این به خودی خودش مشکلی نداره، اما شما وقتی اون رو به زبان مادری یا زبان اصلیتون انجام میدید یکم برای شما توی پروسه یادگیری مشکل ساز میشه. خب دلیل این چیه؟ دلیلش اینه که زبان آموز دوست داره که اول بیاد مثلا زبان مادریش یا زبان اصلیش هر چی که هست جملات رو توی اون زبان شکل میده و میسازه. میگه من مثلا امروز راجبه فلان موضوع خوندم، نکته اول این هست، نکته دوم این هست، و میاد اینها رو توی ذهنش ترجمه میکنه وقتی که حرف میزنه یا پیش از این که حرف بزنه، یا وقتی که میاد یک چیزی رو مینویسه اول به فارسی یادداشت میکنه یا به هر زبانی که زبان مادری یا اصلیش هستش و بعد اون رو به انگلیسی میگه. شما اینجوری زبان یاد نمیگیرید، چون در واقع دارید از مغزتون به عنوان یک دستگاه ترجمه استفاده میکنید و وقتی که ازش به عنوان یک دستگاه ترجمه استفاده میکنید مرتکب اشتباه میشه. ما با این همه پیشرفتی که توی هوش مصنوعی داشتیم، که توی علم نرم افزار و همه این علم‌های مرتبط داشتیم، هنوز هم دستگاه خیلی خوبی برای ترجمه نداریم که دقیق این کار رو انجام بده. چون زبان یک چیزی هست که ما در اصطلاح انگلیسی بهش میگیم spontaneous هستش، یعنی در اون لحظه رخ میده، پر از استثناست. و خیلی جالبش اینجاست که وقتی مثلا زبان آموز من راجع به استثناهایی که وجود داره یاد میگیره، فکر میکنه که مچ معلمشو گرفته، میگه شما اونجا گفتید که مثلا فلان فرمول هست، پس چرا از فلان فرمول مثلا تبعیت نمیکنه، یا چرا اینقدر استثناء داریم.
خب این از اون دید میاد که ما فکر کنیم زبان مثلا یه چیزی مثل ریاضیاته یا مثل فیزیکه. از لحاظ مهارتی مثل ریاضیات یا فیزیک هست، به این شکل که شما همیشه باید تمرین کنید وگرنه یادتون میره. من همیشه مثالی که میزنم اینه که زبان مثل شنا نیست، مثل دوچرخه سواری نیست که شما هر لحظه انجام بدید دیگه یادتون نره اون مهارت رو به دست آورده باشید. مثل ریاضی و فیزیک میمونه. شما ممکنه بفهمید یا بدونید که مفهوم چه میدونم تابع چیه یا جذر چیه، ولی اگه سال هاست باش کار نکردید، اگه من الان به شما بگم خب برید انجام بدید، به احتمال زیاد یادتون نمیاد که چه جوری بود یا باید چه کاری انجام میدادید. زبان هم به همین شکل هست. وقتی شما دیگه تمرین نمی کنید، ترک می کنید، کم کم یادتون میره. میدونید افعال to be چیان، میدونید simple present چیه، اما دیگه نمیدونید که چه جوری و کجا به کار میره. و این رو هم یادتون باشه که زبان یک وسیله ارتباطی هست که ما از روز اولی که انسان‌ها با هم دیگه ارتباط برقرار کردن بر اساس نیازشون شکل گرفته. برای همین پر از عیب‌ها و استثناء هاست. پس بهترش هم همین هست که در همون لحظه فکر کنید، خیلی به قولی سریع باشید و ذهنتون آماده باشه که در آن واحد بتونه فکر کنه. خب شما وقتی بیاید ترجمه کنید تو ذهنتون، در آن واحد فکر نمی کنید. همونطور که من گفتم، حالا بهترین دستگاه های ترجمه هم به ما ترجمه دقیق نمیدن. همیشه نظارت انسانی لازمه، حتی در تکست هایی که خیلی ساده است. مثلا تکست راهنمای استفاده از لوازم خانگی که جملات خیلی ساده است، خیلی به قول انگلیسی to the point هستش، یعنی راجع به همون موضوع دقیقاً حرف میزنه. ما به نظارت انسانی نیاز داریم دیگه، چه برسه به متن‌های پیچیده‌تر مثل یه رمان، مثل یه شعر که ما میایم با مفهوم زبان یک جورایی بازی میکنیم. پس وقتی ترجمه میکنید ما کلی غلط گرامری توی حرف زدنتون پیدا میکنیم و معلمتون خیلی سریع میتونه تشخیص بده که شما دارید توی ذهنتون یک متنی رو از فارسی به انگلیسی تبدیل میکنید، چون اولا شما خیلی کند میشید و اون چیزی که خیلی برای یک زبان آموز لازمه و ما بهش فلوئنسی میگیم، یعنی شما چقدر روون حرف میزنید، چقدر طبیعی از اون زبان استفاده میکنید، به شدت پایین میاد، چون هی مکس میکنید که ترجمه‌تون رو انجام بدید، که بهش فکر کنید و همین کند شدن از خوب بودن حرف زدن شما، از نچرال بودن حرف زدن شما کم میکنه. پس باید کم کم این رو کاهشش بدید و سعی کنید که در آن واحد به اون زبان فکر کنید، یا درسترش اینه که بگیم در اون زبان، در بستر اون زبان فکر کنید. حالا چجوریش که ما گفتیم مثلا بیایید برنامه ریزی کنید، برنامه روزانه‌تون رو بنویسید، مثلا به زبان انگلیسی با خودتون حرف بزنید و سعی کنید همون لحظه خودتون رو درگیر مکالمه کنید، چون اسپیکینگ یا حرف زدن برخلاف مهارت‌های دیگه که یکم پسیوتر هستن، یعنی یکم انفعالی تر هستن، شما زمان دارید برای این که مثلا حالا اگه ازتون یه تستی بگیرن یا توی امتحان باشه یا اصلا سر کلاس باشه، شما برای مثلا رایتینگ نوشتن وقت دارید، میخونید، ریوایز میکنید. برای لیسنینگ میتونید چند بار گوش بدید، برای ریدینگ میتونید چند بار بخونید. اما برای اسپیکینگ اینطوری نیست و خیلی فعالانه تر هست. یک مهارتی هست که فعالانه رخ میده، در آن واحد، در لحظه است. پس باید خودتون رو درگیر اون حرف زدن کنید. خیلی از زبان آموزای من از حرف زدن میترسن، حرف نمیزنن چون میگن خب اشتباه میکنیم، خب سخته. و دلیل این که اشتباه میکنن یا براشون سخته همین هستش که هی بهش فکر میکنن. اما اگه ولش کنن، به قول یکم رها باشن، استفاده کنن از این که اشتباهات گرامری بکنن، نترسن، این مسئله به خودی خودش حل میشه. چون حتی شما اگه یک نیتیو هم باشید، یعنی مثلا انگلیسی زبان مادریتون باشه، توی حرف زدنتون ممکنه اشتباهاتی پیش بیاد، همونطور که برای همه توی زبانهای اصلی و مادریشون پیش میاد. پس از این موضوع نترسید، خودتون رو درگیر مکالمه کنید، حرف بزنید
با همه، خصوصا با کسایی که هم سطح خودتونن، یعنی میتونید با هم دیگه در یک لول ارتباط برقرار کنید. حالا خصوصا اگر سطحتون خیلی ادوانس نیستش، یعنی متوسط و پایین تر هست، و به این شکل شما کم کم با داشتن مکالمه های آزاد و تمرین های این چنینی میتونید در بستر اون زبان فکر کنید، سریع باشید، روون باشید و خیلی خیلی حرف زدنتون رو ارتقا بدید. این مسئله برای من همیشه خیلی جالب و خیلی مهم بوده و خوشحالم از اینکه تونستم توی اولین اپیزودمون این رو مطرح کنم. امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. اگر اپیزود براتون مفید بود لطفاً با دوستاتون به اشتراک بذارید، به من حتما فیدبک بدید. خیلی خوشحال میشم که بدونم شما دوست دارید ما اینجا راجع به چیا حرف بزنیم، چه موضوعاتی رو مطرح کنیم، چه چیزایی رو بررسی کنیم و بر این اساس من هم میتونم برنامه ریزی کنم که اپیزودهای دیگر رو راجع به چیا بسازیم. خیلی ممنون که گوش دادید و خداحافظ.